سولانا در تایم فریم های 4 ساعته و 8 ساعته در سایت تریدینگ ویو مورد بررسی قرار گرفت که در گام نخست در محدوده 141 دلار در محدوده کف کانال با یک تقاضا مواجه شد که این موج نخست توانست تا سقف کانال صعودی اول ادامه پیدا کنه که پس از اون با شکست سقف کانال اول تا سقف کانال دوم در حال حاضر موج صعودی امتداد پیدا کرده که در تایم فریم 8 ساعته اشاره شد که موج 3/5 هست که پس از تکمیل موج 3/5 با یک اصلاح در محدوده شکست شده موج اصلاحی 4 به پایان رسید و هیچ همپوشانی با موج نخست نداشت و در حال حاضر تونسته تا منطقه عرضه و سی بزرگتر رشد خودش رو ادامه بده که همونطور که مشاهده میکنید در حال حاضر الان سولانا در محدوده قیمتی 200 دلار و منطقه عرضه محدوده سقف کانال دوم قرار داره که این سیکل حرکتی پس از یک موج انگیزشی و یک اصلاح در قالب زیگزاگ سپس موج سوم با تشکیل یک موج نخست و یک اصلاح در محدوده فیبوی 61.8 و 50 با تقاضا مواجه شد و با ایجاد یک کف بالاتر در منطقه کف کانال صعودی تونست این رشد صعودی خودش رو تا منطقه عرضه ادامه بده که در حال حاضر همونطور که اشاره شد توانسته تا منطقه عرضه و سه بزرگتر یا سی این رشد رو ادامه بده. بنابراین پس از تکمیل این لگ صعودی موج 3 یا سی انتظار یک اصلاح خواهیم داشت که میتونه یک پترن AB مساوی CD نیز ایجاد کنه. بنابراین باید منتظر بمونیم که ببینیم در این منطقه عرضه قیمت به چه صورت میتونه رفتار کنه که در ادامه بتونیم موج حرکت بعدی رو پیش بینی کنیم.